سلام بچه ها. امروز میخوایم در مورد جهان متنوع لیپیدها صحبت کنیم. توی ویدیوی قبلی یه اشاره کردم به اینکه انواع مختلف لیپید چیه. امروز یکم میخوایم این مبحث رو بازتر کنم. پس بزن بریم. اول یه مرور کنیم. گفتیم که اکثر ما وقتی کلمه لیپید رو میشنویم چیزی که توی ذهنمون میاد معمولاً چیز خوبی نیست. چون مغزمون سریع ترجمهش میکنه به چربی. همون چربی توی غذاها. اما واقعیت اینه که این تصور مثل اینه که یه کوه یخ بزرگ رو فقط از نوک کوچیکش که از آب بیرونه قضاوت کنیم. دنیای لیپیدها خیلی گسترده تر، پیچیده تر و حیاتی تر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. درسته که تریگلیسیریدها معروف ترین نوع لیپیدان، اما اونا فقط یه عضو کوچیک از یه خانواده خیلی بزرگ و مهمن. خب، سفرمون رو از کوچکترین واحد سازنده بدنمون یعنی سلول شروع می‌کنیم. هر سلول برای خودش یه مرز داره، مثل دیوار یه شهر شلوغ و پر از زندگی. و میدونین که معمارای اصلی این دیوار؟ دقیقاً فسفولیپیدهان. اگه نمیدونین حتما ویدیوی قبل رو یه بار دیگه ببینین. این مولکول‌های هوشمند مثل آجرای اصلی این دیوار محافظ رو میسازن و ساختار آمفیپاتیک دارن. یه سر هیدروفیلیک و دم هیدروفوبیک و همین ساختار باعث میشه خیلی شیک و تمیز مرز سلول رو از دنیای بیرون جدا کنن. این آجرها خودشون دو مدل اصلی دارن به اسم فسفوگلیسیرید و اسفنگولیپید. فسفوگلیسیریدها مثل آجرای استاندارد و عمومی هن که دیوار اکثر سلول‌های بدن رو می‌سازن، اما اسفنگولیپیدها متخصصن. اینا آجرای ویژه سلول‌های مغز رو می‌سازن و برای ارتباط دقیق و سریع عصبی فوق‌العاده حیاتی هن. این که فسفوگلیسیرید و اسفنگولیپید از چه درست شده رو توی دیسکریپشن برات می‌نویسم. حالا تصور کنین روی سطح همین دیوار سلولی یه سری مولکول دیگه هم نصب شده. اینا گلیکولیپیدهان. کارشون چیه؟ اینا مثل کارت شناسایی یا آنتن‌های ارتباطی سلول عمل میکنن. اینا به سلول کمک میکنن دوست رو از دشمن تشخیص بده و سیگنال‌های مهم رو از محیط اطرافش بگیره. ساختار این آنتن‌های سلولی هم جالبه. مثل اینکه بخوایم یه پرچم درست کنیم. اول یه پایه لیپیدی داریم که میشه میله پرچم، بعد یه اسید چرب بهش وصل میکنیم که میشه پارچه پرچم و در نهایت یه زنجیره قندی روش میذاریم که میشه طرح و نشانه روی پرچم. این آنتن‌های ارتباطی دو مدل کلی دارن. مدل ساده تر سربروزیدها بیشترین نقش محافظتی رو دارن مثل یه سپر برای سلول‌های عصبی. اما مدل پیچیده تر گانگلیوزیدها مثل دیش‌های ماهواره فوق‌العاده قوی‌اند که توی انتقال سیگنال‌های پیچیده مغزی مثل شکل‌گیری حافظه و افکار ما نقش کلیدی دارن. واسه خودتون رمز بذارین. گانگلیوزیدها گنگشون بالاست، پس پیچیده ترن. خب، حالا بیاین یه زوم اوت کنیم، از سطح یه سلول بیایم بیرون و به کل بدن نگاه کنیم. اینجا با یه خانواده قدرتمند دیگه از لیپیدها روبرو میشیم به اسم استروئیدها. اینا عملاً شبکه فرماندهی و کنترل بدن ما به حساب میان و نکته شگفت‌انگیز این که تمام این مولکول‌های فرمانده از یه مولکول مادر ساخته میشن. یادتونه؟ آفرین، کلسترول. این مولکول نه تنها برای محکم کردن دیواره سلول هامون ضروریه، بلکه ماده اولیه برای ساخت هورمون‌های استروئیدیه. اون داستان کلسترول خوب و بد هم واقعا داستان خود کلسترول نیست، داستان ماشین‌های حمل کننده اونه. LDL مثل کامیون‌های تحویله که کلسترول رو به بافت‌ها میرسونه. اگه تعدادشون زیاد بشه توی رگ‌ها ترافیک و گرفتگی ایجاد میکنن. اما HDL مثل کامیون‌های بازیافته که کلسترول اضافی رو از سطح شهر یعنی بافت‌ها جمع‌آوری میکنه و برای بازیافت به کبد برمیگردونه. هورمون‌های استروئیدی واقعاً دنیای ما رو میگردونن. از هورمون استرس یعنی کورتیزول گرفته تا هورمونی که فشار خون رو تنظیم میکنه یعنی آلدوسترون و حتی هورمونای جنسی مثل تستوسترون و استروژن.
همه اینا بچه‌های کلسترولن و زندگی ما رو کنترل میکنن. و اما میرسیم به باحال‌ترین خانواده لیپیدا، یعنی ترپن‌ها. اینا رو به عنوان قطعات لگوی طبیعت در نظر بگیرین. بلوک‌های ساختمونی همه کاره‌ای که توی ساختن همه چیز از ویتامین‌ها گرفته تا رایحه‌های شگفت‌انگیز طبیعت مسئولن. راز ترپن‌ها توی سادگیشونه. طبیعت فقط یه قطعه کوچیک لگوی 5 کربنی برداشته به اسم ایزوپرن. بعد با تکرار و چیدن همین یه قطعه به شکل‌های مختلف یه دنیای باور نکردنی از مولکول‌های متفاوت و شگفت‌انگیز ساخته. حالا ترکیبات مختلف رو ببین. فقط 2 تا از این قطعه ها رو بذارین کنار هم میشه لیمونن، همون بوی خوب لیمو. 4 تا میشه رتینول، همون ویتامین آ. 6 تا میشه اسکوالن که ماده اولیه خود کلستروله. 8 تا میشه کاروتنوئید یا همون رنگ نارنجی هویج. پس ببینین بدن ما چه جعبه ابزار خفنی داره. فسفولیپیدها دیواره سلولی، گلیکولیپیدها سیستم‌های ارتباطی رو نصب می‌کنن، استروئیدها پیام‌های فرماندهی رو در سراسر بدن می‌فرستن و ترپن‌ها هم بلوک‌های ساختمونی ضروری رو برای همه چیز از ویتامین‌ها گرفته تا خود کلسترول فراهم می‌کنن. پس اگه بخوایم همه اینا رو توی یه جمله خلاصه بکنی میشه این جمله: تا اینجا یه کار رو خوب بخونین و به خاطر بسپارید. من سعی کردم با مثال و علاقه واسه‌تون توضیح بدم تا توی ذهنتون ثبت بشه. اگه تا اینجا یه ویدیو لذت بردی یه لایک بهش بده تا بریم سراغ ادامه بحث که سوال امتحان بوده. خب این قسمت همون جوری که گفتم توی امتحان ازش سوال اومده، هم برای بیولوژی و هم برای شیمی. پس با دقت گوش کن. میخوایم بفهمیم چطوری از چربی میشه به صابون رسید. سوال اصلی: یه مایتابه چرب و یه قالب صابون چه وجه اشتراکی با هم دارن؟ شاید به نظر بیاد هیچی، اما جواب این سوال توی واکنش شیمیایی خیلی جالب قایم شده. اسم این فرآیند جادویی هست صابونی شدن. همون واکنشیه که چربی و روغن رو ور داره و تبدیل میکنه به صابون. اما این واکنش چجوری شکل میگیره و اصلا چی هست؟ چطور یه چربی میتونه به صابون تبدیل بشه؟ اول از همه اینو بگم که همه لیپیدها نمیتونن به صابون تبدیل بشن. خب پس کدوم لیپیدها میتونن به صابون تبدیل بشن و کدوما نمیتونن؟ ادامه واسه‌تون لیپیدهایی که این قابلیت رو دارن و لیپیدهایی که قابلیت رو ندارن واسه‌تون نوشتم. پس لیپیدهایی که میتونن صابونی بشن تریگلیسیریدها و فسفولیپیدها، اما اونا که این قابلیت رو ندارن استروئیدها، ترپنها و گلیکولیپیدها هستن. حالا سوال اینه که چرا؟ اینا چه فرقی با هم دارن؟ راز ماجرا توی چیز خیلی کوچیک اما فوق‌العاده مهمه به اسم پیوند استری. این پیوند مثل یه قفل میمونه که فقط با کلید فرآیند صابونی شدن باز میشه. پس فقط لیپیدهایی که این پیوند رو توی ساختارشون دارن میتونن به صابون تبدیل بشن و اونایی که ندارن نمیتونن. این فرآیند توی 3 مرحله اتفاق میفته. مرحله اول حمله. یه ماده قلیایی مثل سود سوزآور به یه بخش حساس از پیوند استری حمله میکنه. مرحله دوم شکست. این حمله باعث میشه پیوند استری تق بشکنه و اسید چرب ازش جدا بشه و مرحله آخر تبدیل. حالا این اسید چرب آزاد شده با همون ماده قلیایی واکنش میده و تمام مولکول صابون ساخته میشه. پس نکته کلیدی اینه که اگه پیوند استرین نباشه صابونی هم در کار نیست. حالا میفهمیم که چرا استروئیدها و ترپنها هرگز صابون نمیشن، چون پیوند استری ندارن. واقعا شگفت انگیزه نه؟
خب دفعه بعد که یه قالب صابون دستتون میگیرین یادتون باشه که چه دنیای پیچیده و زیبایی توی سطح مولکولی کار کرده تا اون صابون به وجود بیاد. اینم از درس امروز. تا جلسه بعدی، خدافظ.